با نام و یاد خدا. سلامی دوباره خدمت شما دوستان عزیز. من حمید حیدری هستم با قسمت اول و فصل اول فیلم آموزشی کورل دراو از سایت لرن فایلز در خدمت شما هستیم. در این فصل قصد دارم تا شما رو با محیط برنامه کورل دراو آشنا کنم. خب ابتداً برنامه رو باز میکنیم. زمانی که برنامه رو باز کنیم یک همچین حالتی رو به ما نمایش میده. یک پنجره‌ای باز میشه به اسم Welcome Screen، صفحه خوش آمدگویی. این صفحه همونطوری که میبینید دارای 8 زبونه مختلف هستش که اینها رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. زبانه اولی که ما اینجا میبینیم یا تبی که میبینیم اسمش Get Started هستش، همین چیزی که اینجا هم نوشته. این زبونه شامل منوی اول New Document که با استفاده از این میتونیم یک پروژه جدیدی رو باز کنیم. زمانی که من روی این گزینه کلیک کنم پنجره‌ای برای من نمایش داده میشه که مشخصات صفحه‌مو از من درخواست میکنه. در قسمت نیم نام سند یا نام پروژه‌ای رو که میخوایم ایجاد کنیم رو قرار میدیم. برای مثال من اسمش رو Learn Files قرار میدم و گزینه First Destination. حالا این گزینه چی هستش؟ معنای لغوی این گزینه این میشه که مقصد از پیش تنظیم شده، چه کاری قرار انجام بده، هدف فایل نهایی رو مشخص میکنه که به چه منظور میخوایم ازش استفاده کنیم. ببینید زمانی که من باز کنم میگه برای وب میخوای استفاده کنی یا میخوای CMYK باشه، RGB باشه یا دیفالت خود کورل باشه. به سند میگیم که ما میخوایم از این فایلی که داریم ایجاد میکنیم به چه منظوری استفاده کنیم. قسمت بعدی سایزه. میبینید که جلوی سایز یک لیست کشویی قرار داره که ما زمانی که این رو انتخاب کنیم یک لیستی رو اینجا برای ما نمایش میده. اینا هم سایزاییه که از قبل تنظیم شده، یعنی هر کدوم رو که انتخاب کنم سایزش هم مناسب با اون گزینه تغییر میکنه. مثلا برای لتر همون A5 اینجا نمایش میده. اینا اندازه های از پیش تعریف شده است، یعنی ثابته، نمیتونیم اینا رو تغییر بدیم. اگر من این رو تغییر بدم مطمئنا اندازه هم تغییر خواهد کرد و دیگه اون خاصیت رو نداره. اگر نخواستیم از اینا استفاده کنیم از سایزهای پیشورزش میتونیم در قسمت ویت ارزش رو یعنی در واقع قرار بدیم. برای مثال بگیم که 10 باشه و ارتفاعش هم هایت چقدر باشه، ارتفاعش هم مثلا باشه 10 در 10. ببینید زمانی که من تغییر دادم از حالت سایزش از حالت لتر بود تغییر پیدا کرد و حالا چون این اندازه‌ای رو که من دادم یک اندازه از قبل وجود داشت مناسب اون رو برای من نمایش داد. من 10 در 9 میذارم و دیگه نه. خب از این قسمت هم میتونیم واحد اندازه گیریش رو مشخص کنیم. بگیم که واحد اندازه گیریش چی باشه؟ اینچ باشه، میلیمتر باشه، پوینت باشه یا پیکسل باشه و بقیه واحدهای اندازه گیری که اینجا داره. البته این نکته رو هم بگم که این واحد بر روی تمام اندازه های سندمون اعمال میشه. یعنی زمانی که ما هر واحدی رو برای مثال من متر رو انتخاب کنم توی داخل پروژم اگر بخوام یک مستطیلی بکشم به طور دستی اندازه بدم اندازه اون رو هم بر اساس متر خواهد شناخت. اینو حالا من تغییر میدم به میلیمتر که حالا یک اندازه دقیق تریه
اندازه ای رو که به وجود آوردیم ببینید کاستومه، من میتونم این رو سیو کنم با استفاده از این گزینه. یک نامی رو براش در نظر میگیرم، اوکی رو میزنم، نام فایلم تغییر کرد و یک مقصد جدیدی رو ایجاد کرد. حالا میتونم این رو انتخاب کنم و با استفاده از گزینه ریموو این رو پاکش کنم، نیازی ندارم بهش. اینجا هم دو تا گزینه داریم. گزینه اول پورتریت که حالت سندم رو مشخص میکنه که افقی باشه یا عمودی. پورتریت عمودیه و لندسکیپ هم حالت افقی رو داره. و داخل قسمت بعدی که نامبر آف پیج میتونم مشخص کنم که سندم چند تا صفحه داشته باشه. برای مثال من این رو روی 7 قرار میدم. زمانی که اوکی کردم پنجره باز شد، میبینید که 7 تا صفحه در پایین برای من نمایش میده. خب قسمت بعدی که وجود داره گزینه پرایمری کالر موده که این گزینه رو اگر باز کنم میبینید که دو گزینه برای انتخاب اولیه مدل رنگی وجود داره. میگیم که مدل رنگی صفحمون RGB باشه یا CMYK. البته در قسمت مربوط به رنگ ها خواهیم دید که مدل های رنگی فقط این دوتا نیستن، اما در حال حاضر با توجه به اینکه فایلمون به چه منظور استفاده میشه میتونیم یکی از این دوتا گزینه رو انتخاب کنیم. حالا در قسمت رنگ ها بیشتر با مدل های رنگی آشنا میشیم. قسمت بعدی رزولوشن که رزولوشن سندمون رو مشخص میکنه. در صورتی که فایلمون یه فایل چاپی باشه باید رزولوشن بالاتری رو بهش اختصاص بدیم تا کیفیت تصویر چاپیمون بیشتر باشه. و اگر تصویرمون هم جهت وب یا جهت نمایش توی مانیتور استفاده میشه میتونیم رزولوشن های پایین تری رو بهش اختصاص بدیم. و گزینه بعدی که وجود داره پریویو موده که معذرت میخوام شیوه نمایش اشیا داخل صفحه رو مشخص میکنه. حالا این قسمت رو هم در فصلهای بعدی بررسی خواهیم کرد به طور کلی و اجمالی تر. ببینید شامل چند تا منوئه که هر کدوم از اینها رو در فصلهای بعدی توضیحات بیشتری رو در موردش خواهیم داد. قسمت کالر ستینگ رو داره که میتونیم تنظیمات پیشرفته تری رو نسبت به رنگ ها داشته باشیم. یک قسمت دیسکریپشن داره که یک توضیحاتی رو درباره سندمون به ما میده. و اگر این گزینه رو هم تیک دار کنم، زمانی که من روی دکمه نیو داکیومنت کلیک میکنم دیگه این صفحه رو به من نشون نمیده و یک سند جدیدی با این مشخصاتی که اینجا قرار دادم برای من ایجاد میکنه. خب حالا من روی دکمه اوکی کلیک میکنم، میبینید که یک پنجره ای رو برای من، یک سند جدیدی رو باز کرد که دارای 7 پیجه و حالا پیج ها رو هم در فصل آینده بهشون خواهیم پرداخت. خب به ولکام اسکرین برگردیم و ببینیم که دیگه چه گزینه هایی وجود داره. گزینه بعدی که داخل Get Started وجود داره گزینه New From Template که میتونیم یک تمپلیتی رو که از پیش داخل برنامه کورل تنظیم شده ازش استفاده کنیم. صبر میکنیم تا کامل لود بشه. در این پنجره فهرستی از قالب‌های آماده رو در گروه‌های مختلف در اینجا میتونیم مشاهده کنیم. این الان حالت آل انتخاب شده که هر کدوم از این گروه ها رو انتخاب کنم محتویات
صفحه‌ام تغییر خواهد کرد. میتونم اینها رو بر اساس محصولمون یا نوعش اینها رو دسته‌بندی کنم که حالا احتیاجی نیست به این کار. اینجا هم یک سری تصویر مربوط به فایل های یا تمپلیت هایی که وجود داره رو نشون میده. اگر موس رو روشون نگه دارم تصویر بزرگتر خواهد شد و هر کدوم از اینها رو که انتخاب کنم در قسمت دیزاینر نوت یادداشت‌های طراح که معنای لغویش میشه اینجا وجود داره. میتونم توضیحات مربوط به اون رو ببینم و بدونم که برای چه کاری ازش استفاده میشه. در قسمت پایین هم تمپلیت دیتیل رو داریم که جزئیات مربوط به فایل تمپلیت هم رو به من نشون میده که چی هستش، عنوانشه و همچنین اندازه صفحه هم، نوعش یا عمودیه یا افقیه و آدرس صفحه رو. با استفاده از این مقدارم میتونم اندازه رو بزرگتر کنم تا بتونم طرحمو بهتر ببینم. اگر تمپلیتی بود که داخل اینجا وجود نداشت، بخوام یک قالبی رو از بیرون از این برنامه بهش وارد کنم و انتخاب کنم، با استفاده دکمه براز میتونم این کار رو انجام بدم و فایلم رو انتخاب کنم و دکمه اوپن رو بزنم تا اون رو برای من باز کنه و در نهایت هم اگر خواستم استفاده کنم میتونم دکمه اوپن رو بزنم و فایل آماده رو برای من نمایش بده. خب به ویلکام اسکرین برگردیم. یک قسمتی داره به اسم ریسنت که حالا برای من غیر فعاله چون پروژه‌ای رو از قبل باز نکرده بودم. پروژه‌ای رو که از قبل باز کردیم و روشون کار کردیم اخیراً مورد استفاده قرار گرفته شده، داخل این قسمت برای ما نمایش میده و از اوپن آدر هم میتونیم تصویرها یا فایل هایی رو که بیرون از برنامه وجود دارن رو باز کنیم و اونها رو بتونیم روشون کارهای خودمون رو انجام بدیم. خب زبونه بعدی که وجود داره زبونه ورک اسپیس است. البته این لوگو ما هم غیر فعال شده، من لوگو رو بیارم که مشکل نداشته باشه. بله اینجا برگردیم، معذرت خواهی میکنم، حالا یک کار کوچولی بود که انجام دادیم ما هم دیگه. زبونه ورک اسپیس ناحیه کاریه، حالا یه چند تا مدل داره که زیاد به کار ما نمیاد، میتونیم از اونها استفاده کنیم که من این رو روی همین لایت قرار میدم، کاری باهاش نداریم، کار خاصی هم انجام نمیده. زبونه بعدی واتس نیو، این زبونه قراره چه کاری رو انجام بده؟ جزئیات جدیدی که به این برنامه، یعنی نسخه جدید این برنامه، ورژن جدیدتر اضافه شده رو به ما نشون میده و میگه چی هستش. اینجا لیستی از اونها رو داریم، روی هر کدوم که کلیک کنیم میتونیم ببینیم که قراره چه کاری انجام بده و یک اطلاعاتی در مورد اون رو داشته باشیم. زبونه بعدی که وجود داره need help. به چه معنیه؟ به معنی اینکه چه چیزهایی رو ما احتیاج داریم، پیش نیازهامونه که چیه. یک سری توضیحاتی رو اینجا داده که حالا چیز زیاد خاصی هم نیست، یک مروری کنید متوجه خواهی شد که چیه. حالا ما همه ابزارها رو سعی می‌کنیم داخل این آموزش قرار بدیم، آموزش بدیم که دیگه نیازی به اینها نباشه. زبونه بعدی زبونه گالریه، یک سری تصاویر رو داره که میتونیم زمانی که موس رو روی هر کدوم ببریم اینا رو نشون میده، کلیک کنیم اینجا برای ما به حالت انتخاب شده در میاد. یک حالت گالری رو داره، تصویرهایی رو قرار داده که میتونیم از اونها هم استفاده کنیم. زبونه بعدی که وجود داره آپدیت، با استفاده از این گزینه هم میتونیم نرم افزارمون رو آپدیت کنیم. گزینه اولی که اینجا قرار داده اگر فعالش کنیم، تیک دارش کنیم، یک نوتیفای، یک هشدار دهنده رو به ما
میده که نسخه جدیدتری هست اونو آپدیت کنیم و اگر گزینه بعدی رو انتخاب کنیم به طور اتوماتیک زمانی که لازم باشه این رو برای ما آپدیت میکنه. و زبونه بعدی coreldraw.com یک توضیحاتی در مورد کورل دراو داده، سایتش رو معرفی کرده و گفته که چیه، یک سری توضیحات که ما اینها رو توضیحات رو دادیم. و زبونه آخر membership and subscription، عضویت و اشتراک. با استفاده از اینجا میگه که توضیحاتی رو میده، میگه چجوری میتونیم عضوش بشیم، یک اشتراکی از این برنامه رو داشته باشیم که فکر نمی کنم در کشور ما بنا به دلایلی مورد استفاده قرار بگیره. خب بپردازیم به آموزش اصلی. زبونه های مختلف اینها رو آموزش دادیم و حالا شکل کلی نرم افزار. برمیگردیم به این حالتی که خودمون ایجاد کرده بودیم و یک توضیحاتی رو هم در مورد کلیت نرم افزار بدیم. گفتیم که این جلسه فقط جهت آشنایی با محیط نرم افزاره. بالاترین سطح این برنامه نوار عنوان یا تایتل بار رو داریم. اسم برنامه رو مشخص کرده و اینکه یا 64 بیتیه یا 32 بیتی و در انتها هم اسم پروژم. در قسمت پایینی و سطر بعدی که سطر مربوط به منوهاست، با کلیک روی هر کدوم از اونها منوهامون باز میشه. منوبارمونه در اصلیه. ببینید زمانی که من هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم یک سری امکاناتی داره که به من نمایش میده. و اگر دیگر البته فکر نمی کنم این نکته گفتن داشته باشه، ولی من حالا میگم زمانی که دکمه آلت رو بزنم میتونم با استفاده از دکمه های کیبورد به این منوها دسترسی داشته باشم. به چه صورت؟ ببینید برای مثال زیر W خط داره یا اینجا زیر O داره، اینجا هم زیر T و غیره. روی کیبورد هر دکمه ای رو که من بزنم اون منو برای من نمایش داده میشه. مثلا من اگر Alt رو بزنم و W رو بزنم ببینید پنجره مربوط به ویندو برای من باز شد. یا اگر O رو بزنم تولز برای من باز میشه و اگر آلت رو نگه دارم و تی رو بزنم، اجازه بدید اینو غیر فعال کنم، آلت رو نگه میدارم تی رو میزنم، تیبل. به همین صورت. سطر سومی که اینجا وجود داره استاندارد تولبار اسمش هست که ابزارهایی که برای استفاده سریع هستن داخل این قسمت قرار دارن و ما میتونیم خیلی سریع به این ابزارها دسترسی پیدا کنیم. البته این نکته رو هم بدونید که خیلی وقتها سرعت عمل در دسترسی به ابزارها از اهمیت زیادی برای ما برخورداره. خب قسمت بعدی پراپرتی باره. این قسمت بسته به ابزاری که از قسمت تولبار یعنی این قسمت انتخاب میکنیم متفاوته. ببینید هر کدوم رو که من انتخاب کنم قسمت پراپرتی بار ما تغییر خواهد کرد. خصوصیت ابزار انتخاب شده رو به طور کلی میتونیم بگیم که در دسترس ما قرار میده که قابل تغییر هم هستند. به چه صورت؟ من اگر روی این گزینه کویک کاستومایز کلیک کنم میتونم اینها رو تغییر بدم، بگم که چه چیزهایی رو برای من نمایش بده و چه چیزهایی رو نمایش نده، که در ادامه آموزش ها هم بیشتر آشنا خواهیم شد و هر کدوم از خصوصیات رو تک تک با هم بررسی خواهیم کرد. قسمت بعدی تول باکس یا جعبه ابزار. این قسمت که به طور عمودی قرار داره شامل
همه ابزارهای برنامه است که با نگه داشتن موس روی هر کدوم از اونها میتونیم نامش رو ببینیم. برای مثال این گزینه ریکتانگل و همینطور گزینه‌های بعدی پلیگون، تکست و بقیه ابزارها. و اگر روی مثلثی که این پایین قرار داره، مثلث سیاه رنگی که هست، من کلیک کنم، میبینید که این ابزار شامل یک سری ابزارهای دیگه هست که میتونیم هر کدوم از اونها رو هم انتخاب کنیم و داخل پروژمون ازش استفاده کنیم. هر ابزاری رو که نگه دارم موس روش یا انتخاب کنم، میبینید که اگر دارای یک شورتکاتی باشه در این قسمت برای من نمایش داده میشه. به همه شما دوستان این نکته رو میگم ازش استفاده کنید، شورتکات ها رو به خاطر داشته باشید، چون که سرعت و دقت خیلی میتونه توی کار ما مثمر ثمر باشه. زمانی که کلید میانبرش رو بدونیم دیگه لازم نیست که بیایم و ابزار رو انتخاب کنیم، فقط با زدن یک کلید از روی صفحه کلیدمون میتونیم به اون منو دسترسی داشته باشیم. دراوینگ ویندو یا پنجره طراحی بخشیه که فضای اصلی کارمون رو قرار میده. این قسمت دقیقاً بهش میگن دراوینگ ویندو. یه پنجره خیلی بزرگی هم هست تقریباً که بیشتر محیط کار ما رو تشکیل میده. معذرت میخوام. البته دور تا دور فضا هم ما اینجا یک سری خطکش ها رو میتونیم داشته باشیم که حالا در ادامه ببینید اینجا رول رو من اگر انتخاب کنم اینجا هم خطکش ها رو برای من نمایش میده، خطکش عمودی و خطکش افقی که خیلی کمک میکنه تا کارمون دقیق تر باشه. سمت راست صفحه همونم رنگ های از پیش تعریف شده رو داریم، پیش‌فرض رو داریم که میتونیم هر کدوم از اینها رو انتخاب کنیم. اینجا هم این مثلث رو که بزنیم میبینید رنگ های بیشتری وجود داره که میتونیم همه رنگ ها رو با هم دیگه ببینیم. کورل منوی بسیار کاملی برای رنگ ها داره که به کمک اونها میتونیم رنگ ها رو اضافه کنیم یا کم کنیم یا حتی لیستی از رنگ ها رو برای خودمون بسازیم و ازش استفاده کنیم. این پنجره هم که اینجا میبینید اسمش هینتس هست، نشون میده یعنی هر ابزاری رو که من انتخاب کنم یک آموزش سریع اینجا خودش برای من نمایش میده که چجوری میتونم از اون ابزار استفاده کنم. یعنی هر ابزاری رو که انتخاب کنم اون هم تغییر میکنه. در قسمت پایین صفحه در این قسمت شماره صفحه رو میبینم، پیج 1، که به کمک این بخش میتونیم صفحه جدیدی ایجاد کنیم و به راحتی بین صفحه ها پیمایش کنیم. البته این اسم پیج 1مون اسمش هست، اینجا میگه که شماره 1 از یک صفحه‌ای که وجود داره. اینجا هم میتونیم صفحه ها رو اضافه کنیم و کم کنیم. و در انتهای صفحه مونم نوار وضعیت یا استاتوس بار قرار داره. در این قسمت اطلاعات کلی در مورد محل قرار گرفتن مکان نما، رنگ انتخاب شده، اطلاعات هر شیئی که انتخاب شده رو به ما نمایش میده. به این صورت با کلیک روی این مثلث هم میتونیم امکانات دیگه رو نشون بده برای ما، میتونیم انتخاب کنیم و اون رو به ما نشون بده. خب توضیحات اجمالی رو نسبت به صفحه اصلی برنامه‌مون گفتیم. فقط این نکته رو هم بگم که اگر بخوایم این کادرها برای ما نمایش داده نشن میتونیم این مثلث رو بزنیم، ببینید که به این صورت این پایین بغل قرار گرفت و ما نتونستیم اون رو ببینیم، کلیک کنیم مجددا میاد. منوهای لنگری یا داکر هم بهش گفته میشه. خب دوستان عزیز، فصل
اول آموزش ما که فصل آشنایی با محیط نرم افزار کورل دراو بود به پایان رسید. امیدوارم که مثمر ثمر واقع شده باشه تا در فصل بعدی، فصل دوم، کار با اشیا رو شروع کنیم و بتونیم اونها رو ایجاد کنیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.